کانال های اینستاگرامی پر شده شکرگزاری. این چرت و پرت بعضیاش. به خونه بزرگ فکر کن، به خونه بزرگ، به ماشین خوب فکر کن. نمیتونم فکر کنم. فکر کن لاغر شدی، چاقم، همینه. بس این مسخره بازی‌ها. به آنچه که داری حالتو خوب کن، نه آنچه که قراره بعداً بیاد، اونی که الان هست، به همین خونه، به همین بچه. پس قانون اول گفت عزیزم کار جسمی انجام بده. قانون دوم گفت خودتو با کسی مقایسه نکن، به کسی خوش به حال. قانون آخر سه. این قانونم هدیه من به همتون تو ایام حضرت زینب. قانون شکرگزاری. دیوانه کننده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. میگه اگه شاکر باشی برات زیاد میکنم. چی رو زیاد میکنی؟ نعمت و نخیر. نعمت همینه، خونت همینه، خونت اضافه نمیشه. قلبتو بزرگ میکنم، انقدر بزرگت میکنم خونت کوچیکه حالت خوبه، بچت معلول حالت خوبه، ماشینت کوچیکه حالت خوبه، تو بزرگ شدی، تو رشد میکنی. لازیدنکم. تو میتونی دیگه لبخند بزنی.